أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس ما درس میراث است. اکنون به جای ما درستیم که موانع المیراث، چه چیز مانع می شود که از میراث محروم می شوند. اول اینکه یک شخص برده باشد. برده کسی باشد اگرچند که پدرش یا برادرش آزاد باشد، برادرش از این دنیا رفت، این برده با سبب بردگیش میراث نمی برد. یا که از این دنیا این برده رفت، میراثش از آن سیدش می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من باع عبدا له مال فماله للباع الا ان یشترطه المبتاع. هر کسی که برده رو فروخت، اگر این برده مال داشته باشد، مالش از آنی کسی سیدش می باشد، شخصی فروشنده می باشد، مگرم که شخصی که مشتری که شرط ماند که مال این برده از آنی من است، من از تو این برده رو می خرم. مثلا شما یک برده دارید، برده از دیگر سرزمین این برده رو شما آورده اید که این برده در دیگر سرزمین باغی دارد، خانه دارد. شما میخواهید که این برده رو فروشید، مال و ثروتش از آن شما می باشد، مگرم که مشتری بگوید که ای برادر، من به شرط این برده رو میخرم که تو آن باغ و ثروتش رو به من بدهی. اگر راضی شده، در این وقت شرط ماندنش، شرط مشتری درست است، چه خیلی که در حدیث است. مثال میبیاریم که برای چی برده، کنیز از میراث محروم می شود. چه خیلی که در حدیث آمده است که مثال آوردن که یک شخص، یک زنک از این دنیا رفت، وفات کرد، شوهر دارد، پدر دارد و دختری دارد که دخترش کنیز است. با چند سبب کنیز است. برای همین با سبب کنیز بودنش این دختر از میراث مادرش محروم می شود. مال این زن به دو قسم تقسیم می شود. به شوهرش نصف مالش رو می گیرد و پدرش نیمی مالش رو می گیرد. خیلی که در حدیث خوندیم ولکم نصف ما ترک ازواجکم. وقتی که شما ای زنها از این دنیا رفتید، نیمی مال شما ولکم نصف ما ترک ازواجکم، نصف مالتون را شوهرایتون میگیرد و نیمی مالتون را پدرتون میگیرد. اما دختر محروم است با سبب اینکه کنیز است تا اینکه آزاد شود. اگر این است درباره برده که یا کنیزی که از میراث با سبب کنیزی و بردگیش محروم است. این بود درباره موانع میراث، بردگی و کنیزکی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.